عزیزا الان 4 صبح داریم میریم بیمارستان، بریم الارا رو بیاریم خونه. اینجا اتاقمونه، اینجایی که به دنیا میاد میذارنش. بعد گفتن اینجا هم چیز بستینه، چمدونم گذاشتیم اینجا. اینا منم. دیو سی های. بعد من تختم و اینجا چیز میذارم. بعد اینجا هم دستشوی همون رو گفتن چیز میذارم گوشتن اونجا استفاده کنم اتاقمون بچه. Yeah. Are you gonna cut the umbilical cord? No. Why not? I don't want to hurt her. You're not gonna hurt her though. What if I pull her belly out? You're not gonna pull her belly out. Doctors get paid to do that. All right. دیوید رفت خوراکی خرید. Yes baby thank you. دیوید رفت خوراکی خرید. گفت وقتی بچه دنیا ما اونم میتونیم بخوری. هم بچه ها ویو مونه. دلالا. عزیزا ما 5 صبح رسیدیم بیمارستان. 4:45 رسیدیم بیمارستان. بهم گفته بودن 5 اینجا باشین. بعد تا ساعت 6 نتونستیم تو اتاقمون بیایم. هی گفتن صبر کنین. بعد دیگه اومدیم تو اتاق و سرومینا بهم زدن. بعد دیگه رحم اینا رو چک کردم ببینن چقدر بزرگ شده. بعد گفتم بالون بذارن که انگار که مثلا سر بچه اونجاست که رحم باز بشه که بچه بتونه بیاد. ولی بچه ها راستش رو بهتون میگم درد داره، فشار خیلی زیادی میاد. بعد ولی برای من گذاشتن تا لاب اومد بیرون. فکر کن درد همه رو تحمل کردم تا لاب اومد بیرون. بعد دیگه خلاصه دارو برام گذاشتن. گفتن که رحمم خیلی خیلی نرمه، برای همین نتونسته وایسه. که خلاصه گفتن که 3 ساعت دیگه میان چک میکنن ببینن چطورم. بهتون میگم. چه اینا ویومونه که میتونم بخورم. پاپسیکل، جلو و آب میوه. بیمارستانم بچه عزیزا به هم دارو دادن که الارا بیاد بیرون. 8 ساعت پیش. الان 8 ساعت بچه ها کنترکشنم 8 ساعت کنترکشن دارم. هی درد میاد. گفتن که یه چیزی بین 2 دقیقه تا 6 دقیقه است. الان بچه 8 ساعت درد. 8 ساعت تا الان. گفتم ممکن تا 3 روزم طول بکشه. بعد دیگه چی گفتن؟ الان پیتوسن توی چیزم زدن، توی سرمم زدن که سریع‌تر بشه دیگه. آره دیگه حالا خبرتون میکنم. عزیزا من 11 ساعت درد رو تحمل کردم. بعد دکتر گفتش که بدنم خیلی سفت و اینتنس میشه وقتی درد دارم. بعد این خوب نیست، باعث میشه بچه دیرتر اینا بیاد و گفتش که اپیدورال بزن که بتونیم که ثابت رو پاره کنیم و سریعتر انجام شه. یه بچه الان اپیدورال زدم. فعلا دراز کشتم دکتر بیاد ببینیم چیکار کنیم. عزیزا دکتر اومد گفت 9 سانتو نیمم. بعد گفت یه خورده دیگه صبر کنیم که بشه 10 سانتو بریم برای پشت. بعد بچه این چرا قرار روشن کرده، این چرا قرار روشن کنه، یعنی نینی داره میاد.